سلام، من شقایقم و همونجوری که میبینید اینجا کنج نیست. امروز یه مهمون ویژه داریم که قراره کلی باهاش صحبت کنیم راجع به خیلی چیزای مختلف. پدر بنده. سلام، خوشحالم که منو دعوت کردی عزیزم. در خدمتتونم. خب جو صمیمانه بکنیم، همونجوری که قراره یه ویدیوی تقریبا طولانی داشته باشیم. یا خدا. میخوام که از حال و روزت این روزا بدونم چجوریه که مثلا جدا از کار، جدا از تایمی که برای کارت میذاری، اوقات فراغت تو، تایم آزاد تو، تایم استراحت تو چیکار میکنی؟ تفریحت چیه؟ تفریح که خودت که بهتر میدونی، شاید الان تفریح نیست که بخوای بگی تفریح نداریم. هست نه که نیستا، ولی خب خلاصه شده یا کافه. آره. یا کافه. فکر میکنم یعنی الان من به شخصه با این سن تنها تفریحی که دارم کافه رفتنه. به غیر از کافه مثلا بخوای بری بر فرض مثال بخوای بری درجه چیتگر، شلوغ، قیامت، اونجا که اصلا نمیتونی پاتو بذاری، مخصوصا آخر هفته ها قیامت خیلی شلوغه. بعد حالا جاهای تفریحی دیگه هم حالا ما که تو پایتختیم هست، مثل برج میلاد، ولی خب از لحاظ قیمتی به عنوان یه آدمی که توی قشر متوسط توی ایران دارم زندگی میکنم، من به شخصه نمیتونم همچین هزینه‌ای بکنم برای یک روز تفریحم. واقعا نمیتونم. واقعا سنگینه. خیلی هزینه. ببین اماکن تفریحی جوری باشه که قشر متوسط بتونه از عهده اون هزینه‌اش بر بیاد، نه اینکه حقوق یک ماه کار کرده تو بخوای برای یک روز تفریح استفاده بکنی. واقعا همینه. ارزش نداره یک ماه کار بکنی برای یک روز، برای 2 ساعت یا 3 ساعت تجاوز اون لذتیه که باید ببری هم نمیبری. بعد حالا جدا از تفریحای کوچیکی که ما میتونیم داشته باشیم، حتی حالا بزرگتر بخوایم در نظر بگیریم، سفر که اصلا از فکرت بنداز بیرون. سفر رفتن کلا فراموش. البته این هم بهت بگم یه سری هم هستن که تفریحاتش مثلا تا تعطیلات میشه شما یک روز کامل توی ترافیک باشی برای اینکه بری لب دریا. فکر کنم فقط در حد اینکه بری یه سوت کنی برگردی بیای. آره. بعد اون همه ترافیک، آلودگی، هزینه، سوخت، همه اینا رو بذاری کنار، اصلا ارزش نداره. ارزششو نداره واقعا به نظر من. اگر مکانی درست میشد که میتونستیم، حالا بحث کافه خیلی جالبه، اینکه تو وقتی که وارد کافه میشی فقط وارد یه فضایی نمیشی که میتونی بری حالا یه سری چیزا بخوری، با دوستات وقت بگذرونی. خیلی فراتر از این چیزاست. من خودم به شخصه توی کافه کار میکردم و همین که تو پات وارد کافه میشه، وارد خیلی چیزا میشی. بگو راحت‌تر باشه محیط کارات. مثلا وقتی که وارد کافه میشی، اولین چیزی که سراغت میاد استفاده از سیگار یا قلیونه. من که اصلا الان ببین جوونه الان من دیدم دیگه، یکی از چیزایی که هست استفاده کردن از دخانیات. من نمیدونم، مثلا فکر میکنم بزرگ شدن یا جایگزین تفریح شده. من فکر میکنم وقتی که توی جوی قرار میگیری که همه یه شکل باشن، وقتی که شبیهشون نباشی یه جورایی انگار طرد شده ای. میدونی؟ نه این نگاه اصلا نگاه درستی نیست. دیدگاه ها اشتباه شده. ببین همینه دیگه. مثلا فکر میکنم اگر من الان توی این جمع برم، الان ندارم بر فرض مثال قلیون سیگار میکشم، من نکشم، عقب موندم. نه درست نیست اصلا. مگه میشه هر کس یه رای داره، یه مسیری داره. بر فرض مثلا بگم من چون این کارو میکنم تو هم باید بکنی. درست نیست، اصلا درست نیست. فکر میکنم یکی از دلایلی که این اتفاق افتاده همه چی با هم قراقاتی شده به خاطر اینکه جای مناسبی نداریم. همونجوری که
خودت برام تعریف کرده بودی، حتی توی ترکیه آدمایی هستن که اونجا زندگی میکنن تو قشرهای خیلی متوسط رو به پایین و ضعیف. حتی اگه اشتباه نکنم گفتی که از زغال سنگ استفاده میکنن. این ترکیه اصلا بازش نکن، اصلا بازش نکن، چون که یه داستان مفصل داره که باید بشینیم قشنگ راجعش صحبت کنیم. خیلی هم دوست دارم صحبت کنم، چون بعضیا فکر میکنن که مهاجرت خیلی عالیه، در صورتی که بهتون ثابت میکنن که واقعا سخته. ولی میخواستم فقط اینجا یه پرانتز باز کنم که آدمایی بودن که اونجا از زغال سنگ به جای گاز استفاده میکردن، ولی مکان تفریحیشون با کارهای دیگهشون کاملا جدا بود. یک چیز خلاصه بگم، اگر من از شنبه تا پنجشنبه‌مو در حال کار بودم تا جمعه، البته ببخشید تا جمعه که کار میکردم، ولی میدونستی آخر هفته جایی هست که بری خودت تخلیه کنی، انرژی مثبت بگیری، که حالا زیاد وارد نمیشیم. این بحث رو بذاریم کنار. حالا که بحث کار کردن پیش اومد، میخوام نظرتو بدونم راجع به کار کردن توی سن پایین. من یه سری دوستایی داشتم، اطرافیانم بودن، که همیشه براشون سوال بود که پدر تو چه دیدگاهی داره که اجازه میده مثلا تو توی از سن 16 یا 17 سالگی کار کردن رو شروع بکنی، وارد جامعه بشی. اگر نخوایم وارد دانشگاه بشیم، یعنی رشته مد نظرمون نیست که بخوایم از اون طریق وارد دانشگاه بشیم، ما واقعا اولا گنگیم. من خودم نمیدونستم باید چی کار بکنم. دقیقاً اون سطح آگاهی در اون حد نیست که چی رو انتخاب بکنی. آره. و تصمیم گرفتی وارد عرصه بازار بشی. البته اینم بگم اگر شقایق من گذاشتم بره، از قبل برنامه ریزیه، از سن خیلی پایین، خیلی پایین، نه اینکه دیکتاتوری باشه، اصلا اینجوری نبوده. غیر از اینه؟ نه اصلا. من همیشه به نوبه خودم آزادیه رو داشتم، ولی نه مثل بچهای الان که مثلا بچه 7-8 ساله اگه اشتباه نکنم می‌بینی گوشی دستشه. نه، من تا دوره دبیرستانم گوشی نداشتم، ولی آزادی هایی داشتم، جوری تربیت شدم که میتونستم از یه جایی به بعد خوب و از بد واقعا تشخیص بدم برای خودم. البته باز کمک خانواده بود، نمیگم که نبود، ولی میتونستم تنهایی تصمیم بگیرم، میتونستم تنهایی از پس خودم یه جاهایی بر بیام حداقل. بعد تا زمانی که وارد جامعه نشی، ببین شرایط تا یه سنی بود که موبایل، نه اینکه بگم من اصلا با مال من و مادرش حالاتی بود، ولی من میگفتم شرایط تا الان در سنی هستی که باید بچگی تو بکنی، باید بری بیرون بازی کنی، انرژی تو تخلیه کنی. اون هم در چه شرایط؟ در شرایطی که محیط امن، جای درست، بچه‌م بره بازیشو بکنه، تفریحشو بکنه، انرژیشو خالی کنه. در حتی در جوری بود که شرایط تقریبا بگم 5 سال به طور حرفه‌ای والیبال بودم. آره، منو همیشه توی باشگاه، من وقتی که بچه بودم خیلی انرژی داشتم، باید این انرژی تخلیه میشد. من اگه شما نگم، من 3 تا باشگاه رو همزمان هندل میکردم، دوست داشتم، انرژی داشتم. و بعد این انرژی تخلیه میشد یا نه؟ انرژی تو تخلیه که میکردی میومدی خونه دیگه نایی نداشتی. آره واقعا. یه غذا و یه خورده استراحت، یه دوش، یه تایمی که چیز بود، بعد استراحت میکردی. این برمیگرده به برخورد پدر با بچه. فکر میکنم این دوستی است که باعث میشه 100%. ببین بحث فکر میکنن که باید فرق بذارن میونه کلمت. فکر میکنن که همیشه پدر توی خونه جایگاهش جوریه که باید جوری بهش احترام گذاشته بشه که فرزند نباید باش دوست بشه. چرا؟ چون جایگاه پدر همیشه فرق داره. اصلا دیدگاه درستی. ما هیچ وقت توی خونه به اصطلاح پدر سالاری نداشتیم، اینکه به پدرت احترام بذار. اوکی، من و بابام کاملا با هم دوستیم، خیلی رفیقیم، ولی هیچ وقت حرمت شکسته نشده. حتی بدترین بحثی هم که بوده، سریع اگه میدیدیم داریم بحث میکنیم سریع کاتش میکردیم که ناراحتی به وجود نیاد.
دقیقا یا شرایقی اخلاقی که داره اصلا نمیتونه تحمل کنه من بهش مثلا یه ذره ایراد بگیرم. بخاطر همین یه خورده که چیز میشد شرایق سری و سیر کات میکرد داخل اتاق. از این بعد 2 دقیقه من بیشتر از 2 دقیقه هم تحمل نمیکردم. بعد از 2 دقیقه در اتاق میزدن وارد میشدن شرایق لوس، نه اینکه لوس نه اصلا ولی از دلش در می آوردم. هیچ وقت مثلا نمیومد بگه من معذرت میخوام من اشتباه کردم، میگفت الان آروم شو هیچ مشکلی نداریم، ما که با هم دعوا نداریم، ما دوستیم، ما داریم صحبت میکنیم، فردا یا امشب یا هر موقع که فکر کردی حالت خوبه صحبتمون رو ادامه میدیم، دوباره شروع میکنیم به صحبت که به نتیجه هم میرسیدیم. ولی خلاصه اون دوستیه بود دیگه، با اینکه ما خیلی هم اختلاف سنی داریم. خب آره من دهه 50 ام، اون دهه 80. ولی به نکته جالبی اشاره کردی اختلاف دهه، تو هم اون دوران رو دیدی، هم خیلی سعی داری که من تلاشای بابامو میبینم که واقعا داره تلاش میکنه که خودشو با این شرایط و با پیشرفتایی که هر روز داری میکنیم وقف بده. میخوام بدونم که داری دوتاشو میبینی دیگه یه جورایی. 100%. نظرت راجع به این اختلاف چیه؟ من هی به مرور زمان خودم رو هی سعی میکنم به روز کنم، هی خودم رو به سطحی برسونم که عقب نمونم، تا به سطحی برسم که بتونم بچه‌مو درک کنم. خیلی سخته ولی مهمه، ولی باید این کارو بکنی که بتونی این دوستی و این عاطفه و برخورد بمونه و واقعی باشه. فکر میکنم 100%. نه اینکه من بگم با بچه‌م دوستم ولی دخترم جرئت نکنه بیاد با من در بده. دوستی به نظر من فقط اون نیست که اوکی من 4 تا کار خوب کردم بیام سریع بگم به بابام و اینا. نه، من توی بدترین شرایط گیر کردم که واقعا هر کی جای من بود ممکن بود اصلا به خانواده‌اش نگه، ولی من اولین کسی که به ذهنم میرسید که من سریع باید این مشکل رو حل کنم زنگ زدم بابام. یا حالا اگر درد و دلی داشتم که اونقدری راحت نبودم ارتباط میذاشتم با مادرم. البته با مادرش ارتباط میگیره غیر مستقیم، یعنی به بابام بگی غیر مستقیم بهش. بعد بابام خودش بحث رو میومد با من باز میکرد، یعنی اینجوری بود که من گاردی نسبت به این موضوع ندارم. آفرین. و ما میشستیم صحبت میکردیم. مهمش هم همینه. خب ببین یه زمانی هست مرز بین خودمون رو حفظ کردی. آره. خودتو فراتر از اون مرز نذاشتی. اون حجب و حیا باز بود که مستقیم نگه، ولی من غیر مستقیم اون تایم که با هم بودیم یواش سر بحث رو باز میکردم که به اون نقطه‌ای برسم که مد نظرم هست که دخترم راحت با من بتونه احساسشو بگه، مشکلشو بگه تا من بتونم راهنماییش کنم. این حجب و حیا یا مرزی که بابام داره میگه اصلا منظورش این نیست که چجوری بگم. بذار من میخوایی بگم. آره اگر فکر میکنی کلمه خلاصه کنم بذار مستقیم بگم. من برام فرقی نداره. ببینید توی جامعه هستیم چه دختر چه پسر به سنی میرسن که بالاخره ناخواه وارد جامعه میشن و برای خودشون پارتنر انتخاب میکنن. حالا این اصلا حالا دوست هست که بالاخره پسر شکل میگیره خواه بالاخره توی محیط کار هستی و توی این محیط کار خب 4 تا همکار خانوم هست، 5 تا همکار آقا هست و باید این برخورد باشه. اگه بخوای گوشه‌گیری بکنی خب نمیتونه وارد جامعه بشی. و فکر میکنم اگر تو توی خونه یاد نگیری که چجوری باید با جنس مخالفت ارتباط برقرار کنی، توی جامعه خیلی بد آسیب میبینی. مثلا من وقتی که وارد محیط کارم شدم، کسایی که تو کافه کار کردن میدونن که همیشه
یه دوستی قراره شکل بگیره و اگر حواست نباشه ممکنه خیلی پشت حاشیه بشه، خیلی ازت سوء استفاده بشه. اما من قبل از اینکه وارد کار بشم همه چی رو میدونستم و بابام اینجوری بود که تو اگر دوست داری، دوست پسر، دوست اجتماعی، حتی پارتنر بعد از یه سنی داشته باش، اما توی محیط کارت به هیچ عنوان. این ببین محیط کار محیط کاره. در محیط کار همه چی نباید قاطی بکنی. آره فکر میکنم چون برای کار رفتی بخوای هر چیزی رو محیط کار روابط رو قاطی بکنی خودت لطمه میخوری، هم لحاظ کاری هم لحاظ روحی، هم سوء استفاده میشه. آره دقیقاً. ولی اگر درست ارتباط برقرار بکنه، من شقایق وقتی که اولین کارش رو انتخاب کرد، خب رفتیم محل کارش، بعد 2 روز و محیط کار رو دیدیم که واقعا اون شرایطی که من مد نظرمه بهش رعایت کرده. بار دوم همچنین دیگه خب وقتی من میبینم دخترم داره خودش رعایت میکنه دیگه این اعتماد به وجود میاد. آره دیگه بار سوم احتیاج نبود. آخرین کارم اونجا داشتم، اصلا فقط اینجوری بود که از طرف من تایید گرفته شد، من تایید رو دادم و بابام گفتش که اوکیه، من مشکلی ندارم. که حتی مشکلات محیط کارش رو مستقیم باز خودش میومد به من. آره من محیط آخری که کار میکردم یه سری مشکلاتی داشتم، مشکلات نسبتاً بزرگم میشه و اولین کسی که باهاش باید مشورت میکردم بابام بود و خب خیلی کمکم کرد که از شرایطم بهترین استفاده رو بکنم. یعنی من نگران این نبودم که بابام این بار نیومده محل کار منو تایید بکنه و قراره که من و انتخابای من زیر سوال بره، ولی خب اصلا اینجوری نبود. دقیقاً. اصلا به این موضوع من فکر نکردم که الان بابای من قراره منو مثلا دعوا کنه که من یه بار نیومدم محل کارتو ببینم، تو رفتی همچین جایی داری کار میکنی. خب ببین این چیزات بود که این اعتماد به وجود بود. آره من قشنگ دقیقا یادمه 1 ماه به عید بود، شقایق مشکلات کارش اومد به من، گفت دیگه نمیتونم ادامه بدم. واقعا نمیتونستم. یه جایی بود که من دیگه زدم زیر گریه، گفتم من توان ادامه دادن ندارم، من دلم نمیخواد پامو بذارم تو محیط کارم. درسته که من گفتم که شقایق تو این همه سختی رو کشیدی، این همه رفتی اومدی، الان زمانیه که باید استفادهش رو ببری. آره. اگه من کارم اون موقع ول میکردم الان ما اینجا نبودیم. دقیقاً. در این حد انتخابم تاثیرگذار بود. واقعا تاثیرگذار بود. فکر کنم دیگه آره منم فکر میکنم دیگه برای امروز کافی باشه. دوست دارم اگر این ویدیو رو دیدین حتما سوالایی که دوست دارین از بابام بپرسم و برام کامنت کنین تا بتونیم ویدیوی بعدی رو خیلی خفن‌تر بسازیم. البته ویدیوی بعدیمون که بی‌نظیره، هر جمعه ما ویدیو آپلود میکنیم با هم دیگه و اگر میخواین ویدیوهای ما رو ببینین حتما کانال منو سابسکرایب کنین و لایک و کامنت هم یادتون نره. خیلی خوشحال شدم از وقتی که برای من و پدرم گذاشتی. عزیزم میبینمتون. بای.